سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی هستم و خوش اومدید به خوششانس ترین مردم دنیا. آقا واقعا میشه آدم اینقدر خوششانس باشه؟ آدم اون روز خوبی باشه واسه شون. حتما شما تو کامنت بنویسید که خوششانس ترین آدم هستید یا نه. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه خوششانس ترین مردم دنیا رو ببینیم. آقا مگه میشه آدم خوششانس باشه؟ مگه داریم اینقدر آدم خوششانسی؟ بدون هیچ مطلبی میریم سراغ ادامه ویدیو. دیگه بقیه لایک و سابسکرایب و زنگوله رو این چیزا رو که خودتون میدونید دیگه نگم بهتون. بریم ویدیو رو ببینیم. چی شد؟ چی نشون داد؟ نه اتفاقی داشت ویدیو میگرفت. فکر کن مثلا داری تو جاده استوری میگیری رفت سنگی بیفته جلوت بعد رد کنی. خیلی خوششانسی تو، خیلی خوششانسی. دیگه چی کار میکنه؟ مصاحبه است. مصاحبه کن. نه بله اوه مثلا گرفتش که به سنگه نخوره. چی بود؟ شبیه دیش ماهواره بود. وای موتور خیلی بده. نه رد کرد. فقط کافی بهش نخوره. نه رد کرد. نه سقف ریخ پایین. کلن خونه ریخ پایین. اینجا رو وای نکن. این کارو نکن. چی شد؟ اومد از روی مرده نه بهش نخورد. اصلا به ماشینه هم نخورد. چه شانسی داشت. بیا خیلی شانس باحالی بود. این بد شانس ترینه. چرا ما توی خوش شانس ترین؟ نه روی دو چرخ خیلی خوب کنترلش کرد. اومد پایین بازم. خیلی خوب کنترلش کرد. چه پرشی. نگاه کن. شانس آورد اون یارو. جان میلیمتری. چه شانسی. یارو سکته زد. اومد جلو دید واقعا درش گیر کرده یا نه. چه پرشی واقعا. چه وارونه. خیلی خوب. از این دستگاه همه رو برد. فکر کنم باید میریختش. هر چقدر ریختون صندوقه برمی داشت. همه رو ریخت. فکر کنم اینطوریه اگه درست میگم. همه رو برد. بله آفرین. این حرفه‌ای بودنش اصلا ربطی به شانس نداره. آن کن حرفه‌ایه. ماشاءالله. میدونی واقعا نه وای نری زیر موتور. خیلی مویرت کرد. وای دوربینو بگیر بابا. اومد تو دوربین. قشنگ اومد تو دوربین. بله یه دفعه وارد میشه. ما اومدیم برو بریم. یعنی بدشانسی. تو بدشانسی. نه خوش شانسی. حرکت خیلی خفنی زدی.
اولی تو سوراخ نرفت، دومی اومد آروم آروم از لبه میز بیلیارد رفت تو سوراخ. ایول اینا کن. حاجی این دیگه شانسی خیلی خیلی شانس داره، واقعا خیلی شانس داره، واقعا خیلی شانس داره. 2 تا میز پرید، رفت رو میز اون یکی، زد به توپاش هم رفت تو سوراخ. نکن. خب مرض داری، خب مرض داری. الان برمیگرده بالا، با خدا برمیگرده بالا. شانس رو میبینی؟ رفت بالا توپشو بیاره، دید چند تا توپای دیگه هم اونجا افتادن. خیلی آدم خوش شانسی بود. لعنتی همه تو موقع چیکار کنی؟ قشنگ اومد پایین رد و برق. اینجا رو نه نه، گل گل. اوه ببین خیلی دیگه تو رو دوست داشت دیگه. اون روز ببین چقدر این خرسه مهربون بود، با تو کاری نداشت، فقط اومد هولش داد، فقط اومد هولش داد رفت. خیلی خرسه مهربونی بود. شانس 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 شانس. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. فکر کنم مسابقه بود. بیا 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 بیا، الان گل میشه. شانس من بود، یعنی برم زیر سبدم واسم بندازم گل نمیشه، یا رو از بیرون زمینم پرت کنه گل میشه. واقعا خیلی بد شانسم. یکم دیگه زودتر میرفت هیچی دیگه، وسط اون کشتیه املت شده بود. خوب حرکت کردی، خوب حرکت کردی، آفرین. چه پشتکی زد، ملقی زد، پشتکی زد. بیا 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 بیا. نه نه نه، خوب شد پات گیر کرد به اون اصلا، اگه نه هیچ دیگه رفته بودی کلا. این آدم زرنگی بود. ایول خوشم اومد. وقتی یکیش از رفیقات جلوتری. نگاه کن نگاه کن نگاه کن نگاه کن. خبر داشت میخوام بزنم توی کیک سرشو. من که خیلیه این اصلا حرکت خیلی خفنیه وقتی میبینی که نتونستن کیک مالیت کنن صورت توی کیکی کنن. خیلی حرکت خفنیه. بودو بگیر اونو بگیر. چه شانسی آورد، رو هوا گرفتش. اول از پشت میخواست بگیره. ماشاءالله. شوخی با کوسم شوخیت گرفته ها. یه دونه دهشو باز کنه خوردتت. هلیکوپتر 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 سالم میاد پایین. هلیکوپتر هلیکوپتر. نه پسر مواظب باش. حالا چه دل و جراتی هم دارن اینا. خر خیلی خدا دوست داشت، خیلی دوست داشت واقعا، یعنی هیچی دیگه گردن واسد نیمون. بیا اینم یه دور پلیسی
نه 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 نه، خوش شانس ترین روزت بود اون موقع، اون روز. جان مگه میشه یه بار دیگه کانال عوض شد، تصویر عوض شد، تلویزیون نشکست، قاشق زد نکن، چنگال زد وسط صفحه. مرسی. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب کنید که به 500 تا بشیم که سورپرایز خیلی خیلی خفنی داریم واسه شما. و اینکه صفحه اینستاگرام هم که فالو کنید، فالو داشته باشید، اونجا حتما در جریان میذارم شما رو. و در آخرم که میدونید که مثل همیشه دوستتون دارم، میبوسمتون، بوس به همتون. تا ویدیوی بعدی میبینید منم که توی کامنت ها میبینمتون. پیس.